سلام، من وحیدم و اینجا کانال فونلند 67. اگر به تازگی به کانال ما پیوستید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و علامت زنگوله هم بزنید. به محض اینکه ویدیو آپلود شد اطلاع رسانی میشه و میاد ویدیو رو تماشا میکنید. امروز یه دستگاه داریم A127 با مشکل لایت و تصویر که همکار برامون آورده و اینکه پاور میکنیم دستگاه هیچ علائمی بابت تصویر لایت نداره. الان میذاریم دستگاه رو به شارژ. توی پورت اول دستگاه داره شارژ میشه ولی هیچ عکس العملی بابت تصویر روی LCD نداریم. میریم برای مراحل تعمیرش. الان نگاه کنید، این سلف سویچینگ ماه که برای لایت از بغلش مینی روغن فلکسی زده بیرون. پس این ایراد اصلی ماست و قبل از اینکه بخوایم برد و تعمیرش کنیم دو تا خازن داریم که تو مسیر آنودمونه که این دو تا خازن من تست دیود میگیرم ازش. این طرف که توی نقشه منفیه و این طرف مثبته که این ورم شده منفی. این دوتا خازن تو مسیر آنودمونه که تو 127 به مشکل میخورن و شورت میشن. حالا برای این کار اول از همه قبل از اینکه بخوایم این سلف سویچینگ عوض کنیم اول اتصالی اینجا رو رفع میکنیم بعد سلف رو عوض میکنیم. برای پیدا کردن اتصالی من رزین میزنم به این محدوده. خب این که درست الان میخوام اول اتصالی رو پیدا کنم بعد بریم برای تعویض سلف. اینجا من میخوام تزریق ولتاژ انجام بدم. تزریق ولتاژ منفی رو میزنم به منفی، مثبت پراپ محمد تغذیه‌مو میزنم به یکی از این خازن‌ها به سر مثبتش. خب اینجا الان مشخص شد که مشکل از خازن اینوری مونه که این خازن رو من ور میدارم. دوباره مجدد من خازنی که اتصال بود و ورداشتم. الان تست دیود میگیرم. الان تست دیود من اینجا شد 355 تا، یعنی مسیر لایت من، مسیرهای خازن‌های آنود من الان اهماشون برگشت. قبل از اینکه من میخوام دستگاه رو روشن کنم باید این سلف هم عوض کنم. این سلف حتما باید عوض بشه. اگه عوضش نکنم دوباره دستگاه رو پاور کنم دوباره خازن‌هام میسوزه. پس این سلف هم عوض میکنم. خب این سلف هم برداشتم. اینجا من یه دونه خازن میذارم به خاطر اینکه این مسیر مهمیه، چون خازن کارش ذخیره انرژی الکتریکیه، به خودش ولتاژ ذخیره میکنه. به خاطر همین تو مواقعی که لایت ولتاژش میاد پایین از طریق این خازنا تزریق میشه به برد. حالا من یه دونه سلف بیارم.
فلکسمون کو. فلکسمون کو. من سلف الان با از دستگاه A50 دارم برمیدارم. خب یه خازن هم برمیدارم برای خازن آنودم. خب الان مجدد من دوباره خازنامو تست میکنم. خب اهم این خازنان برگشت هلوش 350 تا. سلفی هم که گذاشتم سلف لایت اینم سالم. خب دوستان اینجا الان فهمیدیم که دوتا خازنایی که تو مسیر آنود من هستن با ولتاژ بالا کار میکنن. اینا رو اول چک میکنیم، اگر اتصال بودن تزریق ولتاژ میکنیم. یکی از قطعاتمون یکی از این خازن‌ها خرابه، اون خازنی که خرابه رو حذفش میکنیم و جایگزین میکنیم. یه سلف سویچینگ هم اینجا داریم که برای لایت و این سلفی هم که اینجاست برای تصویره. این سلف هم دیدین که از بغلش فلکس زده بود بیرون، پس ظرفیت سلف اومده پایین، به خاطر همین سلف هم عوض کردیم. حالا میریم برای تستش. خب دوستان اینم از A127 که مشکل لایت داشت، درستش کردیم و اینم از بردی که روش کار کردیم و لایتش رو درست کردیم. حالا پاور کنیم ببینیم دستگاه شارژ داره. بله اینم از لایت دستگاه که کاملا درست شد. اینم از بردی که روش کار کردیم و اینم لایت دستگاه. حالا بریم روی نقشه بهتون توضیح بدم چی شد. خب دوستان عزیز این نقشه A127 که ما مشکلمون رو اینجا پیداش کردیم. این دوتا خازن‌های مسیر آنودمونه که هلوش 24-5 ولت انرژی الکتریکی یا همون ولتاژ داخلشون ذخیره میشه و اینکه زمانی که بکلایت میخواد روشن بشه تزریق میشه به داخل برد و این دوتا خازن ما اتصال بودن که ما اومدیم توی این مسیر تزریق ولتاژ کردیم و این خازن اینوریمون ذوب شد و فهمیدیم که خازن خرابه. خازن رو برداشتیم تعویضش کردیم. به خاطر اینکه مسیر مهمیه حتما جایگزین کنید. اگر جایگزین نکنید دوباره لایتتون به مشکل میخوره. بعد از اینکه این خازن رو تعویضش کردیم این سلفمون هم از بغلش یه ماده‌ای زده بود بیرون که همون باعث شده بود که سلفمون حالت سویچینگ داره و این ضعیف بشه. سلف وقتی ضعیف بشه تو این خازن هم عوض کنی بازم مشکلاتت برطرف نمیشه. حتما باید سلف الیکستون سلف سویچینگ لایت هم حتما باید تعویض کنی. همونجوری که بهتون گفتم این سلف لایت، یه سلف کوچیک هم بغلش هست که برای تصویره.
که اکثرا این سلفه به مشکل میخوره و یکی از این خازن ها که ما با تعویض این خازن و تعویض این سلف مشکل لایت دستگاهمون رو برطرف کردیم. امیدوارم که براتون مفید باشه و لایک و سابسکرایب کردن یادتون نره.